سلام درود، ردکرافت هستم. امروز با آموزش کل کتاب های این چند های ماینکرافت یعنی سیتاپیوس بهتون گفتن که چطور به دست میان، چطور کار میکنن و واسه چه کار استفاده میشن. امیدوارم ویدیو لایک کنید و بریم سراغ آموزش. اول از همه که ما چجوری کتاب این چندا به دست میاریم از ویلجرها که با سبب شغل دادم بهشون، که من اینا رو سروایو کنم بهتون بگم. خبه ما وقتی که واسه این ویلیجرها این شغل کتاب رو میذاریم، اینا شغل رو میگیرن و میتونیم باشیم معامله کنیم. مثلا پیبر باشیم معامله کنیم که کتابی که میخوام بهم بدن. مثلا الان این کتابی که میخواستم نداد، این شرف قرار کرد. خبه اینجا سر گول کجا رفت اینجا؟ خب نگاه کنیم، مثلا تا زمانی که باشیم معامله کنید که کتاب مورد نظرتون رو بهتون بده، هی بعد معامله کنید که مثلا مدیکی یا آرمونوکودین کتابش اشتباه گفتن، کتابی که دوستانی رو بهتون بده. مثلا نگاه کنید، بهم یه کتاب داد، دقت کردین؟ خب حالا بریم که توضیح کامل کتاب ها رو بهتون بگم. خب اینجا کامل همه چیزا رو گذاشتن که بهتون کامل توضیح بدم نیفتم. خب از همه از دسته‌بندی کلاها شروع میکنیم. اولی پروتکشنه. یعنی چی؟ یعنی کاهش از همه نوع آسیب، ضربه، آتش، تیر و انفجار کاهش میده و مدت محافظت میکنه. و دسته‌بندیش هم 1 تا 4. یعنی چی قدرتش؟ یعنی پروتکشن 1، پروتکشن 2، پروتکشن 3، پروتکشن 4. دسته‌بندیش 1 تا 4. بعدی که پروتکشن با مثلا پروتکشن رو نمیتونیم با فایر پروتکشن و بلاست پروتکشن و پورچ پروتکشن داخل این چند بده. مثلا اینا با این 3 تا چیزی که گفتم ناسازگاره. و کتاب بعدیمونم فایر پروتکشنه که کاهش آسیب آتش و لاوا، کاهش زمان سوخت. یعنی دیرتر دمیج میخورین، دیرتر میسوزین داخل لاوا. که با پروتکشن و بلاست پروتکشن و پورچکتال پروتکشن نمیسازه. یعنی نمیتونیم اینا رو با این ستا این چند داشته باشیم، بعد جداگونه باشن. و اتشمند سوممونم میشه بلاست پروتکشن، کاهش از آسیب انفجار مثل کریپر و گست و این چیزا، که با پروتکشن و فایر پروتکشن و پرچکتال پالین پروتکشن، که اینجا متنش میزنم با انگلیسی که دقیق‌تر بدونید که با این تخاطل داره. یعنی چی؟ اینا رو نمیشه با 2 تا اتش بریم گذاشت. براتون توضیح بدم که مثلا نگاه کنید، این الان اولی که پروتکشن، خب اینو برمیدارم، خب با این کلا هم برمیدارم. حالا فایر پروتکشن رو من برمیدارم. اوکی، مثلا الان من پروتکشن رو میذارم اینجا، پروتکشن. خب حالا میخوام فایر پروتکشن رو بذارم روش، میبینید که نمیشه چون با این تخاذل داره. منظور از این. خب حالا من کتاب بزنم سر جاش. کتاب بعدیمون که میشه بلاست پروتکشن، کتاب سومو که گفتم. بله، کتاب چهارمو میشه پورچکتال پروتکشن، کاهش از آسیب تیر اسکلتون و پیکین و گولای گست، که اینم کاهش دمیج، یعنی دمیج کمتر بهتون میده. و با این یکی هم با پروتکشن و فایر پروتکشن و بلاست پروتکشن تخاطر داره، یعنی که با هم سازگار نیستن، نمیشه داخل با هم باشن. کتاب بعدیمونم رسپرشن، افزایش زمان نفس کشیدن زیر آب، که با همه آتش آراس. این رسپرشن همون چیزی که گفتم
حدود 45 ثانیه 1 تا 3 تا سطح داره، 1 تا 3 تا سطح داره که سطح سومش 45 ثانیه است و من الان سطحاشو می نویسم براتون اینجا. الان نمیدونم فقط سطح 3 شو میدونم. سطح 3 1 تا 3 سطح 3 هم 45 ثانیه به همون چی میده و با هیچ کنون تخاذل نداره. 1 2 3 4 5 اینه. میام اینجا و من اینو میزنم اینجا. بله اینجا XP میخواد که من الان سروایو کنم چی کراتیو کنم. XP میخواد و XP میخواد. خب من اینو و دوست اینو بگم که با انبیل که با آهن درست میشه، با انبیل میتونین که این کتاب ها رو این چند کنن، این کتاب ها رو به زراعتون این چند کنین که با XP هم شاید مثلا با 10 تا 20 تا XP لازمه که بتونیم به این کتاب به این زراعمون بچسبونیمش. و مثلا من بهتون بگم این الان من سرپرشین همون چیه که زمانش خیلی اسمش سخته که زیر آب نفس بکشه. الان من میرم زیر آب گوشه تصویر نگاه کنید این قدم کم نمیشه، یعنی حدود 45 ثانیه بهمون زمان میده که زیر آب نفس بکشیم. خب من اینو در میدارم میذارم سر جاش. خب وقتی که اینو گذاشتم، خب کتاب بعدیمون هم میشه اکو افتینتی، سری کندن بلوک زیر آب که این خیلی خوبه. حالا که این میشه و این با همه چیز سازگاره. نه آره با همه چیز سازگاره. این میشه. بله میام اینجا اینو برمیدارم. خوبه اینه. اوکی الان بهتون میگم که چجوری. مثلا الان من بدون کلاه میرم زیر آب و سعی میکنم یه بلوک رو بکنم که خیلی دیرتر میکنه. حالا اینو میپوشم و میرم زیر آب. خیلی صورتم سریعتر شده. این وقتی که ما داخل زیر آبیم سرعت کندمون رو بیشتر میکنه. و اتشمنت بعدیمونم سورنزه تلفظم خیلی بده. سورنزه وقتی که دوشبمون ضربه میزنه اونم آسیب میبینه که حداقل سطح 1 تا 3 حداقل سطحش. با همه اتشمنت این چند هم اتشمنت برای کلاف همه این چند هم سازگاره. و چیه بعدی که خیلی مهمه مدیکه، یعنی مدیک واقعا مهمه. خب الان بهتون میگم این مدیک با XP جون خودشو پر میکنه. میدونید مدیک با XP جون خودشو پر میکنه. این از این. خب من این کتابا رو بریزم دور. این چیزای اضافی و مدیک با XP جون خودشو تعمیر میکنه. مثلا با XP جون وسط رو بیشتر میکنه. یعنی مدیک و آمرشینگ داشته باشین یعنی دیگه هیچی نیاز ندارین. و آن بروکینگ و چیه بعدیمون هم که میشه بعد مدیک آن پلینگ 3 دارم اشتباه میگمش. ولی خب آن پلینگ 3 که این چی کار میکنه که الان بهتون میگم. یه لحظه وایس من اشتباهی انداختمش دور. آن پلینگ 3 که اگه من بخوام
بیارمش میشه. این چیکار میکنه؟ این کار میکنه که وصلتون دیرتر بشکنه، یعنی دیرتر جونش کم بشه. حتما بعد همه فصلتون میشه گذاشت که با هیچ همه چیز سازگاره. همیشه باید همین مسائلتون، هم شمشیر هم زدتون مدیک و آمبریکینگ داشته باشه که اینم تا سطح 3 داره. آمبریکینگ 3 تا سطح 3 1 تا 3 از سطحش. و چیز بعدیمون میشه لباس. لباسمونم به این شکله، پروتکشن. اون همین کاهش همه نوع آسیب، ضربه، تیر، آتیش، حرکت. بریم که سراغ این چند بعدی. بیشترشون یه تکراری هم، فقط چون که جدا رو بهتون میگم بار کپش پروتکشن ها که میدونیم دیگه. فایر پروتکشن هم خب میدونیم چیه. بلاست پروتکشن هم خب از آسیب انفجار بهتون میگم، کمک آسیب انفجار کمتره. پروجکتیال پروتکشن هم خب بهتون گفتم. یک جدید فدر فالینگ کاهش از آسیب از ارتفاع، کاهش آسیب از افتادن از ارتفاع. 1 2 3 4 5 اینه. مثل من اینو بردارمش. اوکی، چرا من حالت کریتیو گند زدم؟ یه لحظه باشین بیارمش. کجایی تو خوشگله؟ اینجاست. 4 تا هم سطح داره و اینجوری که 4 تا هم سطح داره و من یه میخوام کپشمو بیارم، از کپشو میارم. ای داده بیداد، میام اینجا، کتابو میذارم اینجا. این چی کار میکنی؟ کاش یعنی از ارتفاع بیفتیم بهمون آسیب کمتری میده، که اصلا من بهتون بگم نخشین بهتون بگم الان من اینو سروایو کنم، بعد برم از بالا اول توتم اینجا برمیدارم. اوکی، میدارم اینجا. خب میرم بالا، از این من ارتفاع میپرم. خب الانم دمیج داد. خب الان من این ارتفاع میپرم. خب به هم 3 تا نسبی دمیج وارد کرد. حالا کف میپوشم، حالا میپرم. یه دونه قلب کم کرد و تا 4 تا هم سطح ارتقا داره. خب من اینو برمیدارم. خب بریم کتاب بعدی و این با همه چی سازگاره، حتی با پولیتیشن هم میادش. دیپنت استایدر، افزایش حرکت داخل آبه که این واقعا خیلی کاربردیه. که بهتون بگم 1 2 3 4 5 6 که اینجاست. اینو برمیدارم. XP میخوام، لحظه وایسین. اوکی، میام اینجا و این از این. حالا بهتون میگم الان من حالت عادی بخوام داخل آب را برم اینجوری هم. حالا وقتی کفشو بپوشم، شانس بودم سروای نبودم. حالا من این کفشو بپوشم، نگاه کنید صورتم چقدر زیادتر شد. و اینم 4 تا چند تا سطح داره ها. این 3 تا سطح داره، 1 تا 3 سطحشه. خب و چیز بعدیمونم فراس واکته. فراس واکت که این میشه. ای خدا چرا من باید انقدر چیز باشم؟ خب فراس واکت چه کار میکنه؟ وقتی میریم داخل آب یخ میزنه و 2 تا سطح داره، 1 تا 2 سطح داره و با دیپس
دیپنس اسلایدرم ناسازگاره و این دوتا رو نمیشه داخل یه قالب گذاشت که الان من بهتون میگم که چه کاری میکنه. میارمش چیزو این است، میرم داخل اینجا و ولی کفشو در میارم که این بیشتری زیاد درد نمیخوره. نمیگم درد نمیخوره، زیاد درد نمیخوره. ها الان من این تراس باکت رو زدم بهش، برای همین دیپنس اسلایدر رو بهش زدم، برای همین نمیذاره که اینو باش بزنم. میام یه کفش میارم و کفش دیگه میارم و کراس واکت رو بهش اضافه فراست واکت رو بهش اضافه میکنم. نگاه کنید این از این میرم وقتی میرم داخل آب اینجوری میشه، همین چیز یخ میزنه. الان چرا اینجوری شد؟ میام نگاه کنید همین چی یخ میزنه و داخل اینم دمیج میخوریم و سر اینم یه دمیج نمیخوریم. بتونیم سر این لاوا ها بازل چی بود اسمش؟ سن هستن داخل جهنم هستن. وقتی این اتنشمون داشته باشیم ما دیگه دمیج نمیخوریم. نگاه اگه من بردارم دیگه دمیج نمیخوریم. یه لحظه بخشید. خب دیگه دمیج نمیخوریم. خب میام از این. حالا اتشمنت بعدیمون که سول اسپیته که چیکار میکنه؟ روی این سول سندا خیلی سریع میتونیم راه بریم و با همه چی هم سازگاره که شماره 8 مونه. 1 2 3 4 5 6 7 8 با همه چی هم سازگاره. من اینا چون XP ندارم اول اینا چی میکنم؟ اوکی میام اینجا با همه چیزم سازگاره. اینو اگه بپوشم، اگه اینو من بپوشم خب اوکی. چرا اینجوری شد؟ نگاه کنید وقتی من این سول اسپید این چنل سول اسپید رو بپوشم خیلی صورتم داخل این سول سندا زیاد میشه و با همه چی هم سازگاره و 1 تا 3 هم قدرتشه. خب اتشمنت بعدیش هم شماره 10 بلینکینگ بعد چی؟ آن بلینکینگ چی؟ همونم به تو گفتم گیر خراب میشه و مدیکم خوب میدونیم دیگه و اینم از کامل اتشمنت های کفشمون. خب من الان این چیزا برمیدارم، چیزا رو میذارم دور. اوکی اتشمنت بعدیمون مال شمشیره